پدر ما بیمارستان بستری بود. بعد یه عراکی هم تو اون بخش بستری بود. این عراکی آدم شوخی بود. خلاصه این اومد دید تو اتاقی که پدر ما بستری بود، اینجا تخت بود، دید که یه سند به پدر ما بست کردن. این تا سند رو دید یه دفعه یاد یه خاطره افتاد و شروع کرد به آی و وای کردن و ناله و زاری و ما گفتیم چیه؟ و والا من از این سند یک خاطره بدی دارم. گفت چیه خاطره؟ و خدا شاهده هر موقع این سند رو میبینم و مو به تنم سیخ میشه. گفت چیه قضیه؟ آره من عملم کردم، بیهوش بودم، به هوش اومدم دیدم یه سند به من وصله، مثلا چند سال پیش. خلاصه بعد از اینکه دوران نقاهت رو گذروندم 10-15 روز بعد دکتر به من گفتش که باید بیا این سند رو بکشی. گفتیم باشه میای مطب، من سند رو برات در میارم. ما رفتیم مطب، گفتن دکتر رفته. یا دکتر بودش گفت بده مثلا منشی بکشه. منشیش هم یه آقایی بود، اونم اون روز عجله داشت، همشون میخواستن برن. اون کسی که اونجا رو تی میزد گفت بابا من بلدم دیگه، من اینجا همیشه دیدم شما چجوری سند میکشید، برو من خودم میکشم، کاری نداره که یه سند دیگه. میگه منم از همه جا بیخبر با یه همراه رفته بودم، نشستیم رو تخت. این سندان حتما همه میدونن دیگه، از داخل وقتی میره داخل مثانه میشه اندازه توپ پینگ پونگ میشه که اون در نیاد اونجا بمونه. بعد بغل سند یه دونه خروجی داره، یه ماده حالا نمیدونم چیه، تزریق میشه اون تو، اون توپه رو از داخل پنچرش میکنه، سند رو میکشن بیرون. این آقا میاد ادای دکتر و اون کسی که بلد بوده رو در میاره، این آمپوله رو میگیره هی میکنه تو این سوراخ بغل سنده، هی میزنه میکشه فش فوش فلان. خلاصه میاد این شلنگر رو میگیره میکشه. این آقا میگه ای چیکار میکنی؟ میگه بابا یه ذره باید تحمل کنی، اونجوری هم که فکر میکنی نیست. میگه بابا چیکار داری میکنی؟ درد گرفت فلان. میگه تو چیز نکن، بشین رو تخت. میگه خدا شاهده کار به جای کشیده بود، من تو مطب میدویدم دنبال این. این میکشید منم اینجوری گفت اینجوری فایده نداره، اینجوری فایده نداره. با اینجوری باید تا صبح اینجا باشیم، بشین رو تخت. به همراه من گفت پشت اینو بگیر. گفت خدا شاهد پدر نامت پاشه گذاشته بود لب تخت، اینجوری سونده گرفته بود میکشه. میگفتم میگفت خدا شاهده فکر میکردم دل رودم و داره از اینجا میکشه بیرون. من گفتم داد میزدم تو مطب، این نامردم پاشو گذاشته بود لب تخت، اینی گرفته بود همچین میکشید. خلاصه سرتون رو درد نیارم، یه توپ پینگ پونگ و از اون سوراخ کشید بیرون. آقا جانم میگفت خودش تعریف میکرد، میگفت تا یه مدت میشاشیدم فشار نداشت. میگفت این دهن ماهی باز مونده. میگفت میگه خواهی میگفت این دهن ماهی چجوری اینجوری باز شده بود. میگفت اصلا توپ پیفون باز اونجا کشید بیرون. بعد میگفت این قضیه گذشت. میگفت این قضیه گذشت. آقا ما یه عمل دیگه داشتیم. میگفت من از اتاقم حالا آوردم بیرون دیدم سخور. میگفت دردم یادم رفت، سون داره دیدم گفتم یا حسین یه وقتی که اینو میخوان از اونجا
نشستم تمرین میکردم لولر تمرین میکردم که این وقتی دکتر میکشه یه هفته کارم این بود کششی کار میکردم بگم رفتم دکتر میگفت دکتر گفت چی کنم دکتر میگفت تا 3 بار رفتم تا مطب برگشتم میگفتم بلش کن با همین سر میکنم تو آخر سر رفتم گفتم دکتر اینا چون مادر گفت کدوم احمقی موزتو کشیده بیرون اینه باید اینجا گفتم میگفت وقتی کشید بیرون مثلا اون کارچه کشید تازه فهمیدم اون بی پدر با من چیکار کرده آقا اینو تعریف کرد جنانه